انسانی که محبت الله در قلبی باشه در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز و نیاز با الله خسته نمیشه. قلبش در مقابل الله خاشع است. ما این حالت نداریم، از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقع نجات در روز قیامت را داریم، توقع رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمانهای ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادتهای ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست. خود دیندارم فکر میکنیم چی چیز داریم؟ چرا از عبادت الله غافلیم؟